سیاست همه خیلی چیز است. گاه ها انسان اسلام خودش نمیتواند آشکار کند، بنابراین هرقل هم نتوانست اسلام خود را آشکار کند. میگفت که قسم به نام الله اگر آن چیزی که تو گفتی راست باشد، به نماینده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، او گفت همین موضع دو قدمی مرا صاحب میشد، یعنی اروپا را هم میگیرد. و بعد از آن گفت که قسم به نام الله اگر من در نزدش می شدم لغسلت عن قدمی، دو پای او را می شستم. گفت هرقل شاهی روم، یعنی امپراتور، گفت که قسم به نام الله اگر من واخوریش را دوست می دارم، اگر امکانیتی واخوردم پیدا کنم لغسلت عن قدمی، دو پای او را می شویم، پای محمد صلی الله علیه و سلم را می شویم. گفت و وقتی که با یار و نزدیکانش، آنهایی که علم داشتند، با آنها مصلحت کرد، چون که آنها در کتاب می‌خواندند، اونها منتظری پیغمبر آخر الزمان بودند که کی می برای دو پیروی کنیم، کی می برای دو اطاعت کنیم، هم صحبت و هم به هم نشینیش مشرف شویم. چون که کسی که صحابه شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید و ایمان آورد، به مرتبه صحابه رسید. در حق آنها الله تعالی ثناهای زیاد در قرآن گفت. بنابراین وقتی که گفت که و کل وعد الله الحسنى، الله تعالی به تمام صحابه ها جنت را وعده کرد. حافظ ابو محمد ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه گفتند که تمام صحابه ها بناء به همین آیت از اهل بهشت هستند، چون که الله تعالی گفت که و کل وعد الله الحسنى، به تمام صحابه ها الله تعالی جنت را وعده کرد. اگرچه آنهایی که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اونایی که مسابقه کرده اول شده اسلام را قبول کردن از مهاجرها و از انصاری ها، اونو واقعا اجرشان عظیم است. اونایی که تا سال فتح مکه اسلام قبول کردن مرتبهشان بالا هست نسبت آنهایی که بعد اینکه اسلام قنات خود را به مشرق و مغرب پهن کرد، دیگر اسلام قوت یافت، دیگه هیچ چاره نیافتن مگر قبول اسلام کردن، اونها مرتبه هاشون پایانتر است. لیکن در دوامش که و کل وعد الله الحسنى، لیکن به همه آنها الله تعالی وعده بهشت کرد. الله تعالی که وعده داد ان الله لا یخلف المیعاد، الله تعالی به وعده هایش خلاف نمی کند. بنابراین صحابه ها همشان اهل جنت است. کاش یعنی که ما صحابه پیغمبر می شدیم. گفته اونا تمنا میکردند و آرزو داشتند، لیکن وقتی که با چند علمدارها مصلحت کرد، آنها گفتند که بله همین پیغمبر آخر الزمانی که در کتابها وعده اش آمده است همین است، آنی که از مدینه ظهور کرد، محمد صلی الله علیه وسلم. بعد خواست که فکر خلق را گیرد، به مجلسگاه تمام راهبران کشور، وزیرهای و تمام شخصان کلیدی را فریاد کرد و بعد به پاسبانهاش گفت که تمام درها محکم کرده شود، قلف کرده شود تا اینکه برآمده نتوانند. بعد از آن گفت که پیشنهاد کرد، حدیث در صحیح بخاری هست، پیغمبر آخر الزمانی که در کتابهای ما، در کتابهای مقدس آمده است، واقعا برآمد است. چی میشد که به همین پیغمبر پیروی میکردیم تا اینکه دنیا و آخرت ما شما آباد شود، دینمان، دنیامان، آخرتمان آباد شود. شما به این مسئله چی میگویید؟ وقتی که پیشنهاد کرد فحاصوا حیصة الحمر الوحشی، مانند خرهای وحشی آواز برآوردند و دست و پا میغرانیدند و به چهار طرف خود را میزدند و از درها میخواستند برایند، یعنی ضد پادشاه گوییم میتینگ بردارند و این از بین برند، برای آنکه دینی بیگانه را گویا قبول کرده ایستاده است. وقتی که به درها رفتند که درها را محکم یافتند، در حالت قلف یافتند، بعد هرقل گفت که اینی قلت کلمتی آنفا، من این کلمه ای که حاضر به شما گفتم، اختبر به دینکم،
میخواستم با این کلمه دین شما رو امتحان کنم که شما در عقیده خود، در دین خود چقدر استوار هستید. من برای امتحان شما گفتم و دیدم که شما در دین خود استوار بوده اید، فثبتو، در همین اعتقادتان باقی بمانید. گفتو فرضوا عنه، اونها هم راضی شدن، یعنی باور کردن که این با مقصدی امتحان بود. بعد درهای شدن، مردم برآمده رفتن اینجا آرام. بعد ابن عباس دادن که فکان هذا آخر شأن هرقل، این آخرین امر هرقل بود. آخرین امر هرقل بود، یعنی هیچ کس نمیداند که هرقل مسلمان وفات کرد از دنیا یا نصرانی وفات کرد. هیچ کس نمیدونه، برای آنکه او آشکار نکرد. او گفت که کاش او میدونست، او باور کرده بود که همین پیغمبر آخر زمان. بنابراین وقتی که نمایندهشان آمد اکرام کرد، احترام کرد. مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم را وقتی که خواند گریه کرد و در داخل ظرف طلایی گران ماند. مکتوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام کرد. بنابراین بعضی علما میگن که فثبت ملک هرقل باقی ماند. حتی شیخ الاسلام در عصر 700 یعنی 700 سال پیشتر، بعد 700 سال این واقعه گفتن که تا حال من میدونم که بعضی از نسل هرقل در روم یعنی امیر و شاه هستن در بعضی کشوراش. و سال 2005 وقتی که در دنمارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را تحقیر کردند، حقارت کردند و در شکل دنیوی جهانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کاریکاتور کردند، یکی از علما یعنی سال 1400 در عصر 14 هجرت گفت که من تا حال میدونم در بعضی منطقه های اسپانیا بعضی از نسل هرقل یعنی نبیرگانش حالا هم حکمرانی دارد. یعنی نسل از هرقل تا همین روز نبیرهاش یعنی که آدم عادی نآمدین، امیر و وزیر و ملک آمده است تا همین زمان ما را. برای چی؟ برای اینکه همون باباش پیامبر صلی الله علیه و سلم احترام کرد، نماینده پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش مهمان کرد، قبول کرد، احترام کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه ها داد و خوشرو گسیل کرد. اما کسرا چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به دو نفر یک بار مکتوب نوشتن، به کسرا یعنی خسرو شاه ایران و به هرقل شاه روم، یعنی به دو امپراتور کلان، به امپراتور فارس و به امپراتور روم که اینا همیشه بین همدیگر جنگ داشتن. حتی الله تعالی در سوره روم، یک سوره روم مانده است، یعنی سوره به نام روم، ریم، اروپا، که اینها جنگ کردند. مردم روم مغلوب شدند و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و بعد مدت بعد 7 سال با اینا غلبه میکنن. گفت در این روز مسلمان خرسند میشن. گفت مسلمان ها جانبدار روم بودن، نه جانبداری فارسی مشرک آتش پرست. فارس مشرک بود، آتش پرست بود. روم نصرانی بودن، دینشون دینی آسمانی بود، پیغمبرشون حضرت عیسی بود، کتابشون انجیل بود. یعنی این دینی بت پرستی نبود، دینی آتش پرستی نبود، دینی اروپا، دینی آسمانی بود اصلا. بنابراین مسلمان ها وقتی که روم به فارس غلبه کرد خرسند شده بودن. خلاصه کسرا نماینده پیامبر صلی الله علیه و سلم که مکتوب پیامبر صلی الله علیه و سلم را آورد کشت و مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم پاره پاره کرد. بنابراین فمزقه الله کل ممزق، دیر نگذشته الله تعالی خودش پاره پاره کرد، ملکش از دستش رفت. اما هرقل پیامبر صلی الله علیه و سلم کلاهما لم یسلم. بعضی علما میگن که هر دوشم اسلام نآورد، یعنی هرقل هم اسلام نآورد، در اینکه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفته اسلامش آشکار نکرد، اسلامش نامعلوم، یعنی اسلام قبول نکرد ظاهرا. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم مهمانشون، نمایندهشون حرمت کن. نماینده کشتن این اعلان جنگ است، یعنی سفیر کشتن ممکن نیست. اون نماینده و خط آورد، کسرا کشت نماینده پیامبر صلی الله علیه و سلم، مکتوبشون پاره پاره کرد. اما هرقل گرفت در بالای ظرف طلایی گذاشت، احترام کرد، هدیه فرستانید. میگن که تا حاضر ملکش ثابت مانده است. بنابراین کسی احترامی پیامبر صلی الله علیه و سلم کند نتیجهش میبیند در این دنیا هم
و در آخرت هم اگر مسلمان وفات کند. سپس ابن عباس میگه فکان هذا آخر شأن هرقل، یعنی هرقل آیا اسلام آورد نه آورد کسی نمیداند. بنابراین امام بخاری در آخرین حدیث کتاب ایمان، کتاب بدء الوحی نازل کردن، ابتداش با انما الاعمال بالنیات بود. عملها وابسته بر نیت است، انسان از نیتش اعتبار است، عملش قلب اعتبار است آوردن و با حدیث هرقل با آخر رساندن سخن ابن عباس آوردن. آخرین جمله شما که و کان هذا آخر شأن هرقل، این آخرین شأن هرقل بود. یعنی امر هرقل، آینده هرقل جنتی هست یا دوزخی هست وابسته به نیتش هست. یعنی اگر رفت و او اسلام رو پنهانی قبول کرده باشد، یعنی پیش از وفاتش کلمه گردانده باشد یا که پنهانی در داخل یک خانه کلمه گردانده باشد، مسلمان شده باشد در همون وقت، لیکن از ترس اینکه او را به قتل میرسانند، او که یک شخص مشهور بود، از اسلام قبول کردنش خوف ترسید، اگر رفت و در قرارت قلبش مسلمان شده باشد و به مردم نگفته باشد، او اهل جنت است.